چطور این بچه اومدیم با بخش فینال مسابقه نورون. همونطور که دیده بودین توی قسمت 1 حمید استفان و پیمان میجور برنده بودن، توی قسمت 2 مهدی ویلیدن و فرهان ددشات که الان تو فینال به هم دیگه خوردن. یه فینال جذاب خواهیم داشت، ببینیم که برنده فینال ما کیه. برنده جایزه هم داره، گروهی که برنده بشه نفری 500,000 تومان بهشون تعلق میگیره، یعنی مجموع 1,000,000 تومان. بریم ببینیم که چه اتفاقی توی فینال میفته. بریم شروع کنیم مسابقه. گروه 1 شروع میکنیم باشون. پیمان میجور، حمید استفان. کاتگوری‌ها رو هم که دیگه میدونین، من یه دور بگم کاتگوری‌ها رو. چرا اونا گروه 1 باشن؟ راست اینا گروه 1 باشه. چیکار کنیم؟ میخوایم گروه 1 کدوم باشه؟ مهدی ویلیدن باشه. برای مهدی ویلیدن باشه. بله، گروه 1 میذاریم مهدی ویلیدن و فرهان ددشات. دیگه پر رو اومدن جلو. من یه دورم کاتگوری‌ها رو دوباره بگم: عمومی، ورزشی، بازی، تکنولوژی، غذا و نوشیدنی و تاریخ و جغرافیا. توی فینال یه چیزی که اضافه شده اینه که کلا لیمیت 10 تا سوال هر کدوم از تیم‌ها میتونن فقط 10 تا سوال بپرسن. کمتر شده و سخت‌تر. بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اولیش گروه 1 مهدی ویلیدن و فرهان. چی انتخاب می‌کنین؟ یه سوال، ما اون چیزا رو داریم دیگه، کمک‌ها رو داریم. بله، 2 تا کمک هم هستش بچه. اون کمک اولی که 2 تا گزینه براتون حذف میشد، کمک دومم اکسترا تایم به مدت 10 ثانیه. ما 800 امتیازی ورزشی رو انتخاب. یا ابوالفضل گروه 1 800 امتیازی ورزشی شروع می‌کنه. مهدی 15,000 تومانه. مهدی دیگه دستی بده حالا. کدام ورزشکار اولین فردی بود که به صورت رسمی 1 مایل را در زمان کمتر از 4 دقیقه دوید؟ الف روجر بانیستر، ب یوسین بولت، جیم موافارهر، دال آلیوت کیجوگه. جوابشو بده دیگه مهدی ویلیدن، جوابشو بده. کمکمون استفاده میکنه. واقعا کمک رو میخواین استفاده بکنین؟ اول بازی سوال اول. آره دیگه. گزینه هایی که حذف میشه: گزینه ب یوسین بولت، گزینه دال آلیوت کیپچوگه. ببین یعنی واقعا من خیلی شانستون خوب باشه شانس یکی رو بگی، چون مشخص بلد نیست. آره دی بلد نیستیم که دو گزینه گفتیم. من بگم جیمو بزنیم. گزینه جیم موافاره جواب آخرتونه. آره. جواب اشتباه. گزینه الف جواب روجر بانیستر. خب استارت قوی زدیم باختیم. 500,000 تومان مال خودتون. بریم سراغ گروه 2 حمید و پیمان. ورزشی رو بریم. الان چند امتیازی داریم؟ 100 امتیازی 100 داریم. 200 300 400. یه 200 برو بریم دنیا دست که. در چه سالی جام جهانی فوتبال برای اولین بار در آفریقا برگزار شد؟ الف 1994، ب 2002، جیم 2010، دال 2014. 100% 2014 نیست. یه 2010 بود. جام جهانی آفریقای جنوبی بود دیگه. ووزلا برای 2010 بود دیگه اگه اشتباه نکنم. نه 2010 که برزیل بود. برزیل اون نبود. نه با برزیل کجاست؟ گزینه باید بگم الان. 2010 بزن 2010 جواب درسته. 2010 اولین جام جهانی بود که تو آفریقای جنوبی انجام شد. 200 امتیاز برای گروه 1. فعلا 200 امتیاز جلو میافتن حمید استفان و پیمان میجور تو فینال مسابقه. یه سوال چند امتیاز بودیم؟ مهدی ویلیدن 0 امتیاز. اب نداره. ما ریسک پذیریم. پیمان میجور. احسانینا هم اول جلو افتادن بعدم باختن. مهدی ویلیدن، فرهان ددشات، کدوم انتخاب می‌کنین؟ میخوای همون ورزشی رو تمامش کنیم یا چی؟ بگو آرون. ورزشی رو بریم. چند امتیازی؟ 100 300 400. بزن 300 رو بزن. VAR برای اولین بار در کدوم سال در فوتبال استفاده شد؟ الف 2013، ب 2014، جیم 2019، دال 2018. 18 و 19 نیست، زودتر اومده. نه اتفاقا همون حدوده. پس دو تای اول نیست. به اولین بار توی فکر میکنم توی جام جهانی تست شد. آره راست میگی. جواب آخر 18 رو ما میگیم. ما میگیم 2018. جواب آخر گروه 1 درسته. سال 2018 اولین باری بود که VAR استفاده شد. چی شد پیمان؟ صحبت کن الان. بازی‌های کامپیوتری 300 امتیازی. آره. چه بازی ویدیویی در سال 1985 برای کنسول نینتندو اینترتینمنت سیستم منتشر شد و باعث معروفیت شرکت نینتندو شد؟ الف سوپر ماریو، ب The Legend of Zelda، جیم پکمن، دال تتریس.
ببین پکمن و تتریس. اگه بخوایم بگیم پکمنه دیگه، ولی من یه حسی میگه چون مهدی میدونه تتریسه. درسته مهدی میدونم؟ منم بین پکمن و تتریسم. کار کنم؟ ما یه کاری میکنیم الان، از حذف 2 گزینه میخوایم استفاده کنیم. گزینه‌هایی که حذف میشه: گزینه ب The Legend of Zelda، گزینه دال تتریس. پکمن قطعا 85 پکمن. جواب سوالو اشتباه دادین. الف سوپر ماریو نداشتیم بروس. بگیم. نه دیگه، وقتی 2 گزینه رو سوپر استفاده ماریو کردن، وقتی پشمام. 2 گزینه استفاده کردن نمیتونین از آره دیگه. صفر امتیاز. و بریم برای سوال سوم گروه یک. ورزشی میخواد دوباره بریم. ورزشی 100 400. 400 رو بزن. کدام تنیس باز برزیلی به عنوان شاگرد خدا مشهور است؟ الف آندره آگاسی، ب گوستاو کورتن، جیم گوستاو کوپرو، دال گویو کویرو. اولی که آقاسی ایرانیه فکر میکنم. آخری هم فکر کنم کره ژاپنی چیزیه. من میگم همون دومیه بیشتر اسمش میخوره به برزیلیا. نه من شانسی دارم میگم. منم شانسی، من نمیدونم هر شانسی دیگه بزنم. واقعا تنیس اونم برزیل. من کوپرو بیشتر بهش میخوره یا کورتن بعده؟ کوپرو. گزینه 3 رو میزنه. گزینه 3 جواب آخر بله، اینجا قبول نمیشه امتیازتون به خاطر اینکه به گوستاو کورتونه. بریم سراغ گروه یک. سوال 4مشون. ببینیم که چی رو انتخاب میکنن. بریم همون بازی کامپیوتری 200 رو بریم دیگه. گیم 200. هیلو اولین بازی از سری هیلو کامبت اِوولو توسط کدام شرکت توسعه داده شد؟ الف بانجی، ب اینداستریز، جیم اینفینیتی وارد، دال دایس. دایس که نیست. دایس و اینفینیتی وارد فکر نکنم باشه. آره من گزینه دوم رو احساس میکنم. گزینه دوم چی بود؟ اینداستریز. منم نظرم 2 داره. جواب آخر همون اینداستریز رو بزن. تیم روبرو هم میتونه جواب سوال رو بگه. نه ما نمیدونیم. جوابش اشتباه. الف بانجی یا بانجی. وای پشمام. به 200 امتیازه چقدر الکی و مسخره و سخت بود. خیلی سخت بود خدایی. ما که همه رو درست جواب بدیم، بریم امتیازهای گنده گنده بگیریم. اطلاعات عمومی میخوای بریم 200 ها. اطلاعات عمومی 200. کدام انسان معروف در زمینه فیزیک نظریه نسبیت خاص و نسبیت عام را توسعه داد؟ الف آیزاک نیوتن، ب آلبرت انیشتین، جیم گالیلئو گالبینی، دال ورنر هاینزبرگ. ببین 1 و 2 ولی من نظر خاصه هامو شنیدم، ولی این یه چیز جزئی ترش دقیق ترش یه چیز دیگه. من به نظرم هایزنبرگه. هایزنبرگ. چون ببینید ما یه نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ داریم. من نمیدونم این ربطی به اون داشته باشه یا نه. جواب آخر. اگه مطمئنید نیوتن بزن. من چون مطمئن نیستم. منم مطمئنم ولی فکر تیم روبرو هم میتونه جواب بده. آقای آیزاک نیوتن. جواب 2 تیم اشتباهه بچه‌ها. نسبیت انیشتین بود. وای گفتم بین 1 و 2 بود، من شنیده بودم اینو. باز ما ضرر کردیم. این نسبیت خاص و عامو گفتی من شک داشتم روش. اینا همه برنامه ریزی شده بود که شما 50 امتیاز منفی بگیرید. سوس واقعا. هیچ مشکلی نداره. ما امتیازی نگرفتیم ولی 50 امتیاز فاصله انداخت. انگار ما یه سوال 5 امتیازی جواب دادیم. اینا استراتژیای ما اینا رو کار کردیم قبل برنامه. اینجا هم دارن به نفع تیم ضعیفا کار میکنن. یه 400 باید بگیم. آره یه سوال 400 گولاخی باید جواب بدیم. مثلا ورزشی میتونیم جواب بدیم، نمیتونیم؟ به احتمال زیاد سال اینجوری باشن سال 1923 مثلا کی داخل این ورزش پاش خورد به لبه سنگ اینجوریه. میتونیم اطلاعات عمومی بپرسه. اطلاعات عمومی بریم به نظر من. اطلاعات عمومی 400 برو بریم. مهم نیست برو بریم. کدام کشور به عنوان آزادی خواهانه آزادانه ترین کشور جهان شناخته میشه از شعار در آزادی ما قدرتمندیم؟ الف سوئیس، ب کانادا، جیم استرالیا، دال نروژ. خیلی سخته. فکر کنم استرالیا، چون اون سر دنیا کلا جدا از همه. من میگم کانادا. منم فکرم رو کانادا. چه سوال سختیه. پیمان 50-50 باید بکنیم دیگه. آره دیگه بین کانادا و نروژ. ببین نروژ آخه نمیدونم، من بیشتر بحثم با کانادا. بچا جواب آخر. کانادا رو بزن بره. تیم روبرو میخوان جواب بدن یا نه؟ اینا که 50 امتیاز از دستن، بیا ریسک کنیم. استرالیا بزن. آره. ولی یه چیزم بگم، به خاطر وایکینگ‌های نروژ منم احساس می‌کنم نروژ هم باشه، چون اونا خیلی خودکفا شده بودن. البته هم استرالیا بود. جواب پیمان و حمید اشتباه بود و جواب درست استرالیا. بله حرف من گفتم اون سر دنیا جدا. 400
400 امتیاز شیرین اضافه میشه به گروه یک و میشن 700 امتیاز. اونور هنوز 150 امتیاز. نه یه 800 امتیازی باید بزنیم تو گوشش. از اونجایی که ما باید خراب کنیم بازیو خان، ما اطلاعات عمومی 800 رو میزنیم. کدام ماه در منظومه شمسی دارای فواره‌های آبی با توانایی حفظ زندگی است که توسط سیاهچاله مورد تاثیر قرار میگیره؟ الف ماه زمین، ب ماه جو، جیم ماه تایتان، دال ماه مارس. یا جیمه یا داله به نظر من، اسمشو میخوره. عشق کیت وینزلت تایتانیک بزن تایتان. یکی ازت پرسه مسابقه رو چجوری برید چی میخوای جواب بدی؟ میگم با اطلاعات عمومی. آره وس. بچه‌ها جواب آخرتون. جیم. ماه مارس. مارس که میشه مریخ. واقعا میخواین ریسک کنین جواب بدین بچه‌ها؟ 50 امتیاز کم میشه از همون دیگه. چی ده؟ میشین 100. مشکلی نیست. یا گزینه ب یا گزینه داله پیمان به نظرم. بزن دالو بزن. آره دال. چیز ببخشید ب رو بزن. ب. جواب درست همون جیم ماه تایتان 800 امتیاز میگیرن. اینجا میشن 1600 امتیاز گرفتم. گفتم اینا شانسی همه چی رو جواب میدن. جونم خواهرم کیت وینزلت از تایتانیک. جا اشتباه کنم و 50 امتیاز از گروه 2 کم میشه. خب آقا دیگه چرا کم میکنی الان؟ اشتباه گفته دیگه. خب جواب اینو درست گفته بودن دیگه. ربطی داره. شما نباید استفاده بکنین. ما که دیگه باختیم. بس خوش بگذرونیم. فردا شب 500,000 تومن چیکار کنیم؟ بریم. من میام پیش تو. من میام تا ترکیه میام پیش. حاجی این شانسی که اینا دارن و کاش که یکی دیگه داشت واقعا. چه شانسی. نه واقعا خیلی خوش شانس بودم. 800 بازی. در کدام سال اولین دستگاه بازی ویدیوی خانگی منتشر شد؟ اسم دستگاه هم مگناوکس اودیسی. الف 1972، ب 1980، جیم 1965، دال هیچ کدام. هیچ کدام. یعنی سواله حاجی، سوال از این سخت‌تر مگه میشد؟ من میگم 1972. من واقعا هیچ نظری ندارم. اصلا میخوام سری تموم شه این وضعیت. تیم روبرو. ما هیچی نمیگیم. ما از امتیازمون راضیم. چرا میخوای امتیاز ما رو کم بکنی؟ گروه 2 جواب درسته. 1972. بعد من گیر میدم. امتیاز 900 ما حالا یه امتیاز سوال میشه شانسی جواب دادیم. شما سه چهار تا شانسی هم شانسی نبود. ببین من 50 کردم. گفتم چون سوال قبلی که بازی پرسید و 1985 بود، نینتندو خب خیلی جلوتر اومده دیگه. غالبا یه دونه کنسول قبلترش باید اومده باشه برای خونگی. ببین شانسی هم ما میخوایم جواب بدیم منطقه. الان چقدر شده ما؟ شما جای 900. ببین یه 800 دیگه داریم ها. کامبک ویکتوری نشه. این کامبک بذاریم اون جر میدم همه چی اینجا. مهدی بیدن فکر کنم نفس ما رو پشت گردنش داره حس میکنه. 800 امتیازی چی داریم؟ 3 تا 800 امتیازی داریم. تاریخ و جغرافیا، غذا و نوشیدنی، تکنولوژی. غذا و نوشیدنی. غذا و نوشیدنی بس. بلد نباشن ما بگیم. در دستور تهیه غذای معروف سوی دریمز چه نوع خامه‌ای برای پر کردن لایه‌های آن استفاده میشه که اسمش سوئیس روله؟ الف خامه ترش، ب خامه چرب، جیم خامه چی؟ چی؟ سوال انقدر سنگینی کسی که داره میخواد چی؟ خامه دوینز، دال خامه تازه. اما عجیب غریبهشون همون سومیه. همون سومیه. مثلا این دویزه به کلمه آلمانی سوئیسی اینا میخوره. یعنی همون میگم عجیب غریبه. بزنیم همون بود. الفو برای ما بزن. جواب دوتا گروه اشتباه. به خامه چرب جواب درست بود. وای مگه میشه؟ حالا همینجان چربش کن فعلا 50 تا میدونی من کم شد. چرا خامه ترش گفتم؟ چون تیرامیسو با خامه ماسکارپونه ترش درست میشه. گفتم اینم خب اگه شیرینی باشه باید با همون یه خامه ترش الان میشن 850 درسته؟ بله. 800 بزن، تاریخ بزن. 800 تاریخ. تکنولوژی نریم. 800 تکنولوژی نریم. تکنولوژی بزن. چه کسی به عنوان مؤسس شرکت اوراکل شناخته میشه؟ الف جف بزوس، ب لری پیج، جیم لری ادیسون، دال ایلان ماسک. ببین جف بزوس نیست، ایلان ماسک هم نیست. دوتای لریان. یکی از این دوتا لریان. جواب آخر بهو بگیم همین. بگیم. من نمیدونم واقعا. گزینه دیگه مد نظرت بگیم. همون گزینه ب رو بریم دیگه. عدد سرت. ما میگیم جیم.
الان به جیم درست در میاد 800 امتیاز و تمام. جواب درست گزینه جیم. لری الیسون 800 امتیاز اینجا میگیرم و میشن 2000. خواستم لری الیسون رو بگم ولی اینا نمیدونن جواب میدادن چون دوتا گزینه رو من حذف کرده بودم آلردی، چون من مطمئن بودم چون ایلان ماسک اصلا نمیخوره بس. جف بیزوس هم یه کار دیگه است. گوش بده همین دقیقاً منم مثل خودت الف و جیم و چیز الف و آخری رو تو ذهن خودم حذف کردم. دقیقاً با همون اطلاعاتی که تو گفتی. سوال تیم ما بود. من دوتا گزینه غلط رو حذف کرده بودم. آره خودت حذف کرده بودی. من میگم 50-50 وقتی مونده بود نباید دیگه اینا جواب میدادن. اون مال کمک بیرون در صورتیه که من براتون حذف کنم. اگه خودتون حذف کنین که دیگه دارین نشورت میکنین دیگه. خب سوال 8 برای گروه 1 چه کاتگوری انتخاب میکنین؟ ما باید الان سنگینا رو خراب کنیم ببینید. آره 800 چی داریم؟ تکنولوژی مونده 800ش بکنم. نه آره تاریخ و جغرافیا. نه تاریخ مونده. در کدام سده دوره نهضت رنسانس در اروپا رخ داد؟ الف سده 14، ب سده 15، جیم سده 16، دال سده 17. 14 15 16 17. من بگم خواهم. بگو. نه من حدسمو میگم. من میگم سده 17. ما سده 15 رو بریم همین. چیزی که سر داریم بریم. نه اتفاقا شما باید بیاید همین، شما خیلی عقبید. من گزینم سده 17 چون که. خب مرسی سده 17 رو میزنیم. جواب آخر 17. گروه بعدی هیچ جوابی ندارین؟ نه جواب اشتباه. سده 15 جواب درسته. گزینه ب. ریسک کنید. مثلا میتونستم بگم اینجا راحت میتونستید ریسک کنین 50 امتیاز کم میشد ازتون. خیلی راحت میتونستین ریسک کنین. یا مجر در انتخاب هم تیمی تجدید نظر کن. ما دیگه سوالم چیز نکنیم ما باختیم دیگه فایده که نداره. و همه الان باختن الان چون سوالای 800 امتیازی هم بچه‌ها انتخاب کردن و فقط بذار اسکیلتون تو این بازی کار کنید. پیمان و حمید دیدوس دفعه بعد ما رو چالش بکشید. ما رو زیاد چالش برانگیز نبود برامون. ببین مثلا ما اینجوری شد که دقیقه 70 به بعد دیگه بازی ول کرد. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. این یه کانتنت خیلی خفن از تیم الکتد و قهرمانش فرهاد ددشات و مهدی بیریده. منتظر قسمت‌های بعدی باشین. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. لایک کامنت ساب یادتون نره.